امروز اومدیم با معرفی یک فیلترشکن عالی که شما تمام مچ‌های آنلاینتون رو راحت بتونید بازی کنید. خب ترکیبمون اینجا خراب شده. خب بریم برای تست اول تو مچ آنلاین. این فیلترشکن فقط یکم دیر میاد ولی خب میاد، سرعتش هم عالیه. تو مچ آنلاین میتونید حریفاتون رو شکست بدید. فقط مشکل داره یکم دیر میاد، ولی خب به درد کسایی که فیلترشکن ندارن و فیلترشکن نمیتونن پیدا کنن این بهترین گزینه است. اینجا چکین خورد. بله اینجا یک آنتن بازنه، فقط یک آنتن بازنه، ولی خب سرعتش تو بازی خوبه و به کارتون میاد. خب اینجا با موناکو بردیم که تیمش ضعیف، چون دیویژن 5 هم زیاد دیویژن بازی نمی کنن. همینطور کارت ما ردی کرد و شما نیماده همین چقدر. خب این از ترکیب ما. این ترکیب گفتم من زیاد دیویژن بازی نمی‌کنم، این دیویژن ضعیف هم بازی کنم که آماده نداریم زیاد. بریم برای تست سرعتی که داخل مچ آنلاین چطوریه. عکس فیلترشکنم آخر ویدیو براتون میذارم. اسمش هم لاین میتین است که هم از فروشگاه هم از گوگل میتونید دانلود کنید و بهترین سرورش آلمان و اسپانیا. رو سرور دیگه ندارید چون مچ آلمان بالا نمیاره، ولی خب برای اینستا و جا دیگه تون در میاد. حریف موردی نمیتونید یا خب بالاخره حریفمون پیدا کرد و داریم میبینیم که تست فیلترشکن رو برای شما عزیزان ببینید. اگه این ویدیو خوش اومد لایک و سابسکرایب کنید فراموش نشه که اگه 1000 تا بشیم همین اکانت و 2 اکانت دیگر رو من میخوام ببینم تمام کسایی که این چنل رو سابسکرایب کردن خودکشی کنم و اگه چنل رو رونق پیدا کنه و همینطور بالا بریم ماهی یک اپ من خودکشی میکنم، اما باید چنلمون بره بالا. در روزهای آینده براتون ویدیو بازسازی گل و چالش رونالدو مسی هم برگزار میکنیم انشاءالله که چنلمون رونق بره بالا. خب بازی میپردازیم. خب پیکم دست ماست، ما دورتموندیم اینا مرکب. خب این فیلترشکن اینا رو لک کم داره، اما گفتم خیلی عالی نیست، اما برای کسایی که فیلتر ندارن نتشون خرابه این فیلتر کارسازه. ماشاءالله کلا چر میزن. ولی خب کسایی پول ندارن خواهن فیلم بخواهن فیلترشکن خوب بخواهن این بهترین گزینه است و این که ما تو ایرانی ها مجبوریم بزنیم فیلترشکن ضعیف بازی کنیم. من خودم به این فیلترشکن همین مکه آنلاین هم میرم.
خب اینم از تست فیلتر شکن. امیدوارم که از این ویدیو لذت بردید باشید. ممنونم که تا آخر ما تماشا کردید. لطفا چنل ما سابسکرایب کنید، لایک یعنی زنگوله گوشه هم صدا در بیارید که در ویدیوهای آینده ما هم اکانت گل پیشنهاد کنیم، هم ویدیوهای با سودگل بیشتر براتون. خیلی ممنون ما تا آخر تماشا کردید. قلب من بدید.